سلام دوستان، به کانال نکاتوپ خوش آمدید. زوجهایی که تماما با هم فرق دارند و برای رابطه‌هایشان با سختی‌های زیاد روبرو شدند، اما با وجود این آنها با هم هستند. با شگفت‌انگیزترین زوجهای عاشق جهان آشنا شوید. اگر شما از نداشتن موی سر و ریش آزرده گشتید، اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید و یا فربه هستید میخواهید خراب گردید، اگر شما خونکی دارید و در جایگاه رنج میبرید و میخواهید مردانگی خود را بقوت کنید، پس به شرکت ازیا مارکت زنگ زنید و داروهای گیاهی طبیعی را دسترس نمایید. سلامتی شما بایگری ماست. رقم ها در روی اکران. این دو خواهر دوگانه هم ظاهراً با هم مانند هستند و هم خواسته ها و انتخاب هایشان یکی است. انا و لوسی در یک کارخانه کار میکنند، با یک ماشین سفر میکنند و روی یک تخت میخوابند. حتی میخواهند با یک مرد عائله دار شوند. این خواهران 33 ساله با نام دوگانه های به هم مانند شناخته میشوند. Basically share everything from a job, a car, a Facebook account, a bedroom to even a boyfriend. آنها برای زیبایی خود هزاران دلار صرف کرده جراحی گذراندند و عاشق یک مکانیک ماشین با نام بن برن هستند. برن 30 ساله با واسطه فیسبوک با آنها آشنا شده بود و حالا هر سه در یک خانه زندگی میکنند. برن تمام وقت خود را بین این دو خواهر تقسیم میکند. انا و لوسی یک جای کردن کارها را دوست میدارند. آنها تصمیم گرفتند که یک جای با برن عائله دار شده در یک وقت باردار شوند تا در دوران بارداری نیز به هم مانند باشند. بعضی از مردم کارینا دسوزا را خونخوار نیز مینامند، چون که این گونه انسان ها مثل ما نمیتوانند در روزی روشن از خانه برآیند. اما این سخن ها به این معنا نیست که کارینا خونخوار باشد، بلکه او از بیماری رنج میبرد که نامش اگزودرما میباشد. در این نمود بیماری انسان با بیرون برآمدن نمیتواند، چون که پوست او زیر آفتاب به این شکل ویران میشود. و همین خاطر کارینا در خانه دائما تنها بود و پسر او را با این حالش پذیرفت. نام این جوان ادملسون الکنتورو است. 3 سال پس از آشنایی آنها با هم ازدواج کردند و عین حال با قصه عاشقانه خود در اینستاگرام بیش از 200,000 طرفدار دارند. وقتی به عکس این خانواده کلمبیایی نگاه میکنیم هیچ چیز غیر عادی رو نمیبینیم، اما به شما غیر عادی بودنش رو من میگویم. مردی که در اینجا میبینید مادری کودک و زنی که میبینید پدری کودک است. در اصل ایست وان هنگام تولد یک دختر بود و همسرش در وقت تولد پسر بود. امو را کی دیده؟ امو را برای من بگویم. هر دوی آنها پس از ازدواج تصمیم گرفتند که جنسیتشان را تغییر دهند، اما نتوانستند قسمت‌های جنسی را عوض کنند و با این سبب ایستوان باردار شد و همسرش از او خوب نگاه و بین کرد و به این واسطه آنها در سایت‌های اینترنتی مشهور شدند. این دختری مدل یودوکسی یا در آفریقا همچون مدل و از روی کلان بودن حجم بدن و باسنش شناخته شده است و دوست پسرش در برابر او خیلی خرد است. نه، این مرد خراب دوست پسرش نیست، بلکه این جناب را ما در نظر داریم. او گراند پی است که همچون خردترین رپر جهان شناخته می شود. اندازه قدی گراند پی 30 ساله 109 سانتی متر است و او 1.5 برابر کوچکتر از دوست دخترش بوده. هر کس آنها را ببیند فکر می کند که او دادرش است. نان کوان از ژاپنیا بوده، به سبب زیباییش طرفداران زیاد دارد. او را کاترینا کیفی کامبوجیا نیز مینامند، اما این کاترینا کسی را دوست دارد که عموما به سلمان خان مانندی ندارد. با او آشنا شوید. لی چای کمدین است که نان کوان خیلی دوستش دارد. عشق آنها در اینترنت مورد تمسخر مردم قرار گرفت و سال 2018 آنها توی عروسی برپا کرده عائله دار شدند. آنها اثبات کردند که عشق در حقیقت کور است. وزیر دفاع کامبوجیا نیز در این توی اشتراک کرده بود. عین حال آنها صاحب پسرک زیبا هستند و زندگی خوش را می‌گذرانند. بله دوستان، این رسمایی که شما میبینید فتوشاپ نیستند. این دو خواهر دوگانه بریتانی و بریانو از امریکا بوده، لباس یخیله پوشیدن را دوست می‌دارند. آنها شریک زندگیشان نیز با مانندی هم انتخاب کردند. آنها در یک جشن با دو برادر دوگانه جوش و جیرانی آشنا می‌شوند. آنها در یک روز عائله دار شدند و نکاح کننده آنها نیز مردان دوگانه بودند. این عائله 4 نفره شبکه اینستاگرام دارند که حدود 800,000 تماشابین دارد. حیرت آورش این است که هر دوی آنها با هم باردار شدند و امیدوارند که فرزندانشان نیز دوگانه باشند.
این مرد بنمی خان تنگ 39 ساله بوده. در کودکیش با سبب کفیدن رگ‌های خونگردش در رویش مشکلات پیدا شد و او فکر میکرد که به خاطر بدرو شدنش هیچ دختره او را شریک زندگیش نمیکند. اما از کجا میدانست که یک زن زیبای 25 ساله عاشقش خواهد شد؟ فات سارا عاشق این مرد بدرو و 14 سال از خودش کلان بنمی خان تنگ شد و هر دو ازدواج کردند. البته این ازدواج فات سارا دومین به حساب میرفت. او در این باره میگوید که بنمی خان شاید به مثل شوهر اولیه من زیبا نباشد، اما از درون یک شخص به‌حد مهربان است. 6 سپتامبر سال 2018 سود عالی هندوستان قانون نو را به تصویب رسانید و بر رابطه همجنسگرایان اجازه قانونی داد. با این تصمیم یک زوج همجنسگرای هندی سمیر سمودرا و امیت کوکلا که در امریکا زندگی میکردند خیلی شاد شدند، زیرا آنها قبل از این قانون عائله‌دار شده بودند. بله، این دو مرد با هم، امیت و سمیر، در وقت زندگی در امریکا از طریق یک سایت با هم آشنا میشوند. داستان عشقی آنها ادامه می‌یابد و می‌فهمند که به همدیگر زندگی کردن نمی‌توانند. با این حال راضی کردن خانواده‌هایشان کاری آسان نبود. سال 2014 این گونه عائله‌دارشوی‌ها در امریکا شناخته شده بود و آنها که در آنجا زندگی می‌کردند همانجا به طور قانونی ازدواج کردند. شما درباره این عائله‌دارشوی‌های عجیب چی نظر دارید؟ حتما فکر خود را در کامنت‌ها نویسید. لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنید.